من 5 زن لازم داره. شاید برای شوکه کننده باشه، اما یه واقعیت علمیه. تحقیقات علمی نشون میده که مردا در حدود 8000 سال قبل بین 5 تا 17 زن مختلف حامله بودن. این تحقیقات درسته. الان خوب شد. ولی آب تماته نمیخوردن اون موقع. قوی بوده. این چیزیه که بهش احتیاج داریم. در خدمتی نه قشنگ بود. درود به شرفه. درست سمی بید. الان چطور نونشونو میدادن؟ نون نمیخواد دوستان، فقط حامله میکرد تموم شد میرفت. درستش چیه؟ خودش همونجوری بزرگ میشد کم کم. داشتن ازشون استفاده میکردن، شخ میزدن زمین ها رو. من میگم چرا خیانت میکنم، تو نگو تو جنم بود قدیم. این دی ان ای سرشته بود.